اونی که یه بار خودشو نجات داده دیگه هیچ وقت مثل قبل نمیشکنه. اگه یه بار با دست خالی و دل پر زخم بلند شدی، از این به بعد هر زمین خوردنی فقط یه وقفه است، نه یه شکست. هیچ کس مسئول زخمای تو نیست، ولی خودت مسئول خوب شدنتی. شاید تقصیر اونا بود که زمین خوردی، ولی بلند شدن همیشه انتخاب خودته. نذار قربانی بمونی، بلند شو، چون تو لایق برنده شدنی، لایق قهرمان شدن، لایق آرامش و یه زندگی سراسر خوبی. شما گوش دادید به درس 11 و 12 از کتابچه صوتی 20 درس کوتاه از زندگی برای زنانی که میخواهند از نو بسازن. من نگار سادات جعفری هستم و اینجا چنل یوتیوب منه. مرسی که کنارم هستید. لایک میکنید، سابسکرایب میکنید و پیج و چنل من رو به دوستاتون معرفی میکنید.